مهم اینه که حالا کار ندارم به اصلا نفس جواب اینها، مهم اینه که این دشمن شما که شماها اینقدر یا ببو فرضش کردید یا نمیدونم خیلی گنده، مثل خیلی ها که اینقدر دیگه گنده تصورش کردن که میگن آقا بابا شما قد و قوارتون به آمریکایی‌ها نمیخوره، این شعارها رو ندید. دیدید آمریکا عراقی‌ها رو اومدن 8 سال نتونستید شما باشون بجنگید، 25 روز قورت دادن. شماها که فوت آبید، شما اینا بیاد و اینا یه بار شخمتون بزنه بمباران بکنه اینا تموم کارتون. یه سری اینجوری نگاه میکنن به جنگ، یه سری هم که انقدر میگن آقا اومدن اینا، همین علمای اسلام امشب یه دعا بکنن اینها و برای بچهای ما هم یه تکبیر بگن، یه خشاب هوایی ول بدیم، اینا همه آمریکایی‌ها. این همین خیال خامی که راجع به تحلیل میکردن این نظامیای ما، میگفتن که آمریکایی‌ها بیان توی نجف گرماش 45 درجه است، پشه‌های نجف سوزنی اینجوری گازشون میگیره، اینا آمریکایی‌ها دوونه میبرن. آج آقا شد 4 سال موندن. نه اونوری کیلویی تحلیل بکنیم که آقا سربازی که از کالیفرنیا اومده نمیتونه توی نجف و کربلا با گرمای 45 درجه بجنگه، آبش اینجوریه پشه‌هاش میزنه، اونا رو دیدم نیش میزنه، اینجوری نیست عزیزم. یارو هزاران کیلومتر اومده این طرف با این شعار We are coming to stay، ما آمده این برای این که بمانیم. همون شعاری که عراقی‌ها تو خرمشهر میگن جئنا لنبقی، شعارشه. خاکریز و چسبونده به پشت خاکریز شما. تا پریروز همه فکر میکردیم که نه انشالله با ما کاری ندارن رو. نه عزیزم، همین اینجا بیخ گوش زاهدان از این طرف، از اون طرف هم جبهه غربی، جبهه جنوبی که دو خلیج فارس داره رژه میره اون بالا هم آذربایجان، اون طرفترش ترکیه. کجایی برادر؟ و عینت تذهبون، کجا داری میری؟ خوابی؟ بیداری؟